در ادامه نمایش‌های تلویزیون بهارستان این لحظه ما دوستان نمایش‌های آزمونی را دعوت میکنیم، چون شماره نوبتی آزمون تلویزیونی به پیش منظور شماست. دوستان عزیز سلام عرض میکنیم. این زمان باز با شرکت 4 نفر خواهشمندان ما امکان داریم که نمایش خود را برگزار کنیم و البته چند سوال هم به شما هم برای نفرانی که در استودیو هستند پیشنهاد کنیم و باور داریم که شما نیز همراه نفرانی که با ما هستند کوشش میکنید که به سوالهای ما جواب گردانید. ما این زمان 4 راه رفت داریم و در نزد 4 راه رفت 4 نفر ایستادند و من میخواستم که اول درباره خودش اشتراکچیان حرف زنند، معلومات دهند و بعد ما نمایش خود را آغاز کنیم. مرحبا. سرور سلام و درودی به پایان خود را به شما حاضرین در تالار و به کل دوستداران و هواداران تلویزیون بهارستان میرسانم. من عزیزا بیبی فاطمه هستم، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 ناحیه رودکی. خب بیبی فاطمه چی مشغولیت دارید باز؟ خب من ایجادکار هستم، خود را در ژانر نثر میسنجم و اینچنین با نشریه پیرو همکاری دارم. یکی از حکایه‌هایم درباره پروین معرفی‌گر استعدادهای نوین است. بسیار خوب. استاد دارید؟ بله، استادی من کرامت الله میرزا میباشند، نویسنده. خیلی خوب. مرحبا. شما؟ من با براج افزار دلاور خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات رقم 60 ناحیه ورزا میباشم. چی مشغولیت دارید؟ من در وقت‌های خالیم و کتابخوانی و با آمادگی برای المپیادها تئوری میبینم. از کدام فن؟ از فن شیمی. یعنی شیمی رو خوب میدونید؟ بله. اولا سلام عرض میکنم به شما راوی گرامی و به تمامی تماشابینان تلویزیون بهارستان و همسالان خود. من فتاحزاده عزیزه خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 از ناحیه فیض‌آباد هستم. من در وقت‌های بیکاری خود به نوشتن مقاله‌ها و نوشتن شعرها مشغول می‌گردم که بیشتر آنها در مجله‌های پروین و نبض فیض‌آباد به طبع می‌رسند و شغل دوست داشته من این ایجادیات یعنی نوشتن مقاله‌ها و خواندن کتاب میباشد. چه کتابی پسند ندارید؟ کتاب‌های پسندیده من بیشتر کتاب دختر آتش که جلال اکرامی نوشتند و آدینه مرگ سودخور، بیشتر قصه های صدرالدین عینی را میپسندم. خیلی خوب. میرزازاده مایا هستم، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 60 ناحیه سینای شهری دوشنبه. شما درباره خود چی معلومات دارید؟ چی رو میپسندید؟ چی هنر دارید؟ خوب فرض کردیم شما. هنر دوست داشته من یعنی شغل من این پخت‌وپز است و کتابخوانی را دوست می‌دارم. بسیار اثرها خواندم که یکی از اثرهای دوست داشته من این سرگذشت‌های صابر ساتیم اولوغ‌زاده میباشد که بهترین اثر میباشد. خب امروز همراه ما هستند بیبی فاطمه دلاور عزیزه و مهیا. قاعده نمایش شما رو خوب میدانید. خوب برای ما یک بار دیگه تکرار میکنم به شما. در نزد شما 4 راه رو است و متناسباً اگر که با 4 سوال جواب درست گردونید شما تا به زینه آخر میرسید. در هر زینه ما با شما وقت میدیم برای فکر کردن. ثانیه های علاهیده فرض کردیم در زینه اول 10 ثانیه، دوم 20، سوم 30 و چهارم 40 ثانیه وقت دارید برای فکر کردن. غیر از این در قسمت اول سوال ها شما جواب نمیگردونید بلکه به خانه درکاری رفته میستید. یعنی هر یک سوال ما 4 وریانت دارد. وریانت یکم کبود، دوم سبز، سوم زرد و چهارم سرخ. وقتی که ما سوال رو پیشنهاد کردیم شما از روی وریانت 10 ثانیه فکر کنید جواب درست رو برای خود مییابید و رفته در همون خانه درکاری دلاور میستید. بله. سوال های این دور دشوار نیستند و فقط من یادآور میشم که اگر نفری از شما با سوال نهایی ما اگر جواب درست گردانید پس امکان پیدا میکند در یکی از کورس های تعلیمی مرکز آموزشی قلم رایگان تعلیم گیرد، خواه از فنهای تعلیمی باشد و خواه از کورس های زبان آموزی. یعنی یک نفر شما اگر به سوال نهایی ما جواب درست گردانید امکان دارد که همین سرتیفیکات را صاحب شود و آن را خوب ثمرناک استفاده برد. سوالات دوره اول خیلی آسان هستند و شما میتوانید که با آسانی با آنها جواب گردانید. من 4 رقم را نمبر میکنم: 6 8 10 12. 6 8 10 12. 10 ثانیه فکر کنید و به خانه درکاری رفته هستید. دولت سامانیان از روی چند دیوان اداره میشد؟
6 8 10 12 وقت رفت. خوب با وقت نگاه نکردیم. معلوم شد که همه خوب میدونن. عزیزا مرحمت. чуноне ки ба ҳамаи мо маълум аст, яъне давлати тоҷикон яке аз давлати тоҷикон ин давлати сомониён мебошад ва аз рӯи 10 девон амал мекунад. Яъне бузургтарини ин девонҳо девони ҳоҷиби бузург мебошад ки яъне ба сари ҳамаи девонҳои дигар яъне калон мебошад ва девонҳои дигар низ вуҷуд доранд ки масалан девони соҳибурбарид, идораи алоқа почта мебошад ва дигар девонҳо девони мустаъфӣ, ва девони дигар бошад ин девони соҳибушрот ки ба назоратчии лашкар ва ба лашкар яъне ба лашкари сомониён. ташаккур, хеле маълумоти хубам доред. Дигар ягон илова доред не? Марҳамат, ҷавоби дуруст. ҷавоби шумо дуруст аст. марҳамат, ба ҷои худ бармегардем. ва агар айни замон ба саволи дуюмо агар шумо ҳар 4 ҷавоби дуруст гардонед, пас мо шуморо аллакай ба қисмати дуюми намоиш даъват мекунем. ман 4 қитъаи оламро номбар мекунам. аслан шумо 6 қитъаи оламро шумо хуб медонед. ман 4 ташро номбар мекунам. осиё, африка, қитъаи аврупо ва америка. ҳамо осиё, африка, аврупо ва америка. таваҷҷӯҳ кунед. савол осон аст. дарёи дарозтарини олам дар кадом қитъа ҷойгир шудааст? осиё, африка, аврупо, америка. 10 сония вақт рафт. дарёи дарозтарин дар кадом қитъа ҷойгир шудааст? осиё якум, африка дуюм, аврупо сеюм, вақт ба анҷом расид ва америка чорум. дарёи дарозтарин дар куҷо ҷойгир шудааст? ҷои худро гирифтед? диловар? дарёи дарозтарини олам ин амазонка мебошад ки дар қитъаи америка ҷойгир шудааст бо дарозии 6692 километр. хуб. муҳайё дарёи дарозтарин ба ҳисоб гиред? Африка, Нил. ба фикри шумо? Нил. дарёи нил дарозтарин аст. муҳайё чӣ? дар осиё ҷойгир шудааст дарёи дарозтарин? ин дарёи калонтарин амазонка мебошад. калонтарине, дарозтарин. дарозтарин амазонка мебошад. ман камтар саросӣ мешунам рамгора. ҷавоб дуруст. дарёи дарозтарини олам ин дарёи нил аст ки дар қитъаи африка ҷойгир шудааст ва дарёи амазонка ки шумо мегӯед диловар ин дарёи калонтарин ва серобтарин аст, на дарозтарин. марҳамат, ба ҷои худ гузаред. ман танҳо муҳайёро даъват мекунам ба қисмати дуюми намоиш. марҳамат, муҳайё гузаред шумо як зина ба пеш. ва ман як саволи дигар дорам ба 3 нафари шумо. агар дар сурати ҷавоби дуруст гардондан шумо имкон доред ки шумо низ баробар шавед. ман 4 ададро номбар мекунам. 90, 180, 270 ва 360. 90, 180, 270, 360. савол. бузургии кунҷи рост ба чанд дараҷа баробар аст? 90, 180, 270, 360. марҳамат. бузургии кунҷи рост. вақт ба анҷом расид. кайҳо ва марҳамат, бифотима. ба фикри ман бузургии кунҷи рост ин ба 90 дараҷа ба баробар 90 аст. дараҷа баробар аст. ҷавоби дуруст 90 дараҷа аст. айни замон ман ҳам биби фотима ва ҳам азизаро даъват мекунам ба қисмати дуюми намоиш. марҳамат, шумо гузаред. ва барои шумо саволҳо аз қисмати дуюми намоиш ҳастанд ва дар ин қисмат мо ба шумо савол пешниҳод мекунем ва 20 сония вақт доред барои фикр кардан. савол ба муҳайё. муҳайё ба кадом фан бештар шумо таваҷҷӯҳ доред? Аслан ман ба фани алгебра ва география таваҷҷӯҳи бештар дорам ва забони англисиро ҳам меписандам. ман ба шумо савол медиҳам ва 20 сония вақтам доред барои фикр кардан. яхе ки аз материк ё қутбҳо канда шуда ба уқёнус меафтад чӣ ном дорад? 20 сония вақт. яхе ки канда шуда аз материк ё қутбҳо ба уқёнус меояд чӣ ном дорад? ях, пора ях. ҳоло шумо вақт доред ва агар хоҳед метавонед ки ҷавоб ҳам диҳед.
من با سوال جواب میدم. این آیسبرگ میباشد. آیسبرگ میباشد. بله. انیق یخی که از یخباره های کلان یعنی جدا شده با اقیانوس یگان جا روانه میشن و آیسبرگ نامیده میشود. خب من جواب شما رو قبول کردم، ولی اگر جواب شما نادرست باشد امکان رو از دست میدید که با یک زنبه پیش روید و میدونید چی؟ یخی که از ماتری که قطب کنده شده به اقیانوس میافتد نام دارد آیسبرگ. درست؟ جواب شما درست است. و سوال با عزیزه. عزیزه غیر از ایجادکاری بود کدام فن رو میپسندید شما؟ به من بیشتر فنهای تاریخ، زبان انگلیسی و من همه فنها رو راستی میپسندم. همش رو میپسندید؟ تاریخ رو با زبان انگلیسی بیشتر. سوال شما از فنی بیولوژی می باشد. درباره خون آدم معلومات دارید؟ بله. میدونید خون رو؟ گروه های خون رو میدونید؟ 4 گروه خون. خب سوال گروه از همه کمیاب خون انسان کدام گروه هست؟ بسیار وقت. گروه 4. گروه چهارم؟ گروه 4 به نهایت کمیاب می باشد. یکم دویم نه؟ نه، یکم دویم سوم هستند اما گروه 4 به نهایت کمیاب می باشد. برای چی؟ یعنی میدونید برای چی؟ برای چی؟ برای اینکه مقداری نسبتا کمی آدمون در روی زمین دارای خون گروه 4 می باشند و جواب شما درست است. من دلوار ما شما یک سوال میدیم، اگر شما با سوال من جواب درست گردانید پس امکان دارید که با دیگران برابر شوید. سوال با شما دلوار. میگویند که این اقیانوس دلوار میگویند که این اقیانوس 3/1 سطح کره زمین را تشکیل میدهد. کدام باشد؟ 10 ثانیه وقت. کدام اقیانوس 3/1 سطح کره زمین را تشکیل میدهد؟ به فکر من این اقیانوس آرام باشد. جواب درست است. واقعا اقیانوس آرام است و من شما رو دعوت میکنم با دوره دیگر. مرحبا. بیبی فاطمه ادبیات رو خوب میدونید، من فهمیدم. باز به چی توجه دارید؟ از فنهای تعلیمی چون معمولی ادبیات، زبان دوست میدارم. تمام؟ دیگر فنو نه؟ نه، من به فنهای دقیق اصلا میل ندارم. خب لیکن در نمایش ما از همه فن هست میدونید. سوال قهرمان خلق تاجیک تیمور ملیک با مقابل کی جنگیده بود؟ 20 ثانیه وقت. قهرمان خلق تاجیک تیمور ملیک با مقابل کی جنگیده بود؟ با مقابل بابور. اون که من در نظر دارم با مقابل کدام سلاله یا که کدام مثلا در کدام جنگ قهرمانشون بود وقت به انجام رسید؟ چینگیز خان. با مقابل چینگیز خان. انیخترش چینگیزیان میگن. کدام قبیله کدام ملت بودن؟ کدام خلق بودن؟ ترک ها یکی مغول بودن. مغول. و چون شما چینگیز درست گفتید من شما رو دعوت میکنم یک زنبه پیش. در این قسمتی که شما هستید 3 نفر سوال ها وریانت دارن. اگر از 4 وریانت شما وریانت درست رو بگید پس امکان پیدا میکنید که با دوره دیگر گذارید. مایو من 4 سال رو نامبر میکنم. سال 1950 1951 1954 1959 50 51 54 59. سوال اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان کدام سال تأسیس یافت؟ 50 51 54 59. حاضر اکادمی ملی علم‌ها 30 ثانیه وقت دارید شما. اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان کدام سال تأسیس یافت؟ 50 51 54 59. یعنی همش 1950 هستن. عصر 20. حالا سوال با مهیا است و من بعد به دیگران می‌کنم.
سال 1950 51 54 59 وقت به انجام رسید مهیا. اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان که این زمان اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان است کی تأسیس یافت؟ ба фикри ман академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон соли 1951 таъсис ёфтааст. انیق аниқ خب مهیا عزیزه شما دست برداشته بودید. این اکادمی علم ها سال 1951 می باشد و اولین در آنجا صدرالدین عینی می باشد و دقیقاً یعنی این اولین پرزیدنت اکادمی علم ها این صدرالدین عینی می باشد و در سال 1951 تأسیس داشته بود. چون سوال به مهیا بود جواب درست است. مرحبا مهیا از این به پیش و سوال به عزیزه. عزیزه سوال با از یادگاری‌های تاریخی تاجیکستان است. کدام یادگاری‌های تاریخی تاجیکستان رو شما می‌دانید؟ یادگاری های حصار، سرازم، قلعه حصار، قلعه حصار، سرازم. من اومدم پرسیدم سوال چنین است. قلعه هولبوک شنیده هستید؟ قلعه هولبوک در کدام از این ناحیه‌های تاجیکستان واقع گردیده است؟ پنجکند، حصار، واسه، وخش. واسه. یعنی شما از وقت استفاده نبردید. درباره قلعه هولبوک چی میدونید شما؟ من میدانم که چون که از تاریخ به ما معلوم است، یعنی این هولبوک در حال حاضر در واسه جایگیر است و بسیار یعنی حادثه های تاریخی را نیز اثر گذارنده است و من انتخاب میکنم یعنی میگویند که یکی از نمونه های شهری واقعا شهری قدیمه تاجیکان بود. خوب جواب درست رو میبینیم. جواب درست است. من شما رو دعوت میکنم و میگذاریم به دیلوور. دیلوور در کدام المپیاد اشتراک کرده هستید؟ در المپیادهای مکتب بچگان اشتراک کردم از فن خیمیا. نفهمیدم. مثلا المپیاد ناحیوی، شهری، ناحیوی جمهوری در جای سوم گرفتم. در شهری باشد جای سوم و دوم را گرفتم. تیاری با المپیاد جمهوری دیده شدم. بسیار خوب. یک سوال دارم از فن خیمیا. این المنت خیمیایی رو سال 1844 پروفسور دانشگاه قزان کلاوس کشف کرده بود و آن را به شرف کشورش روسیه نامگذاری کرد. کدام المنت باشد؟ بسیار وقت یک المنت به شرف کشور روسیه نامگذاری شده است. المنتی که به شرف کشور روسیه نامگذاری شده است کدام باشد؟ 21 وقتی ما به انجام رسید. دلوور روبیدیه روتینی. بله المنت روتینی شنیده هستید؟ این به شرف کشور روسیه بود. چون شما گفتید که من خیمه رو خوب میدونم بعد شاید که به این سوال مقدر توجه نکرده باشید و ما میگذارم با بیبی فاطمه. کوروش کبیر نماینده کدام سلاله تاریخی بود؟ ساسانیان، غوریان، سامانیان یا هخامنش ها؟ 30 ثانیه وقت. کوروش کبیر نماینده کدام سلاله بود؟ ساسانیان، غوریان، سامانیان یا هخامنش ها؟ شما وقت دارید. وریانت ها ساسانیان، سامانیان، غوریان و هخامنش ها. کوروش کبیر یکی از چهره های تاریخی هستند. وقت به انجام رسید. شاید ساسانیان باشد. شاید ساسانیان باشد. خوب ترسید. نه ترسید. ببینید برای تو یک بار دیگر ساسانیان، سامانیان، غوریان و هخامنش ها. وریانتم رو تغییر میدیم. شاید هخامنشیان باشد. شاید. خوب. کوروش کبیر با چی مشهور است؟ کوروش کبیر یعنی با حکمرانی عدالتخانه خود مشهور بود. یعنی اگر آن را در
سه شاهنشاه را که تاریخ یک از شاهنشاه‌های بهترین اعلان کرده بودند، این سزار، اسکندر مقدونی و کوروش کبیر می باشد. اما در عمل نه سزار و نه اسکندر مقدونی به پایه سلطنت کوروش کبیر رسیده نمی تواند، زیرا وی بسیار اصلاحات ها گذرانید و به مردم آزادی بخشید. اعلامیه حقوق بشر را اعلامیه عمومی حقوق بشر را کوروش کبیر ترتیب داده بود که در آن آزادی دین و وجدان وجود داشت. جواب درست است، هرچند که شما تخمین گفتید، ولی مرحمت. یک زینه دیگر به پیش به بیبی فاطمه. دور چهارم، شما که در یک سطح هستید، من به هر سه شما یک سوال پیشنهاد میکنم و در صورت ندانستن شما دلاور امکان پیدا میکنه که باز به پیش بیاید. سوال چنین است: 40 ثانیه وقت هم دارید هر سه شما، ولی اگر کسی دانست و خواست که دانست و باوری دارد که جواب او درست است، میتواند که به سوال ما جواب دهد. سوال: کتاب سرخ را میدانید هر سه شما؟ ما کتاب سرخ درباره چی است؟ درباره پرنده هایی که از بین رفتن، یا اینکه پرنده ها فقط؟ نه، حیوان ها و رستنی های تاجیکستان که یعنی مقدارشان کم مونده است، یعنی نادر هستند. فقط تاجیکستان نه؟ جهان. کتاب سرخ و در این ردیف کتاب سرخ تاجیکستان هم هست. اون چیزایی که در دنیا نادر گشتن برای نشدن آنها محافظت و شکار آنها ممکن است، ممنوع می‌گردد، یعنی شکار آنها. خوب میدانید، ولی سوال من دیگر است. در کتاب سرخ صحیفه های به اصطلاح سبز رو میخورند. سوال: در کتاب سرخ صحیفه های به اصطلاح سبز رو میخورند. سوال چون این است: در این صحیفه ها دایر به کدام رستنی و جانوران سخن میرود؟ خوب وقت نگاه نکرده مرحمت عزیزم. یعنی صحیفه های سبز با آن خاطر رو میخورند که رستنیان که حیوانات که مقدارشان زیاد شده است، یعنی از به اصطلاح یعنی تنها آنچه وا میخورد که یعنی باید محافظت شود، اما آنهایی که مقدارشان زیاد گردیده است به همین خاطر یعنی در حالت محافظت قرار ندارند، آنها را جای میکنند. یعنی به فکر شما اون نمایندگان جانوران یا رستنی هایی که الکی از خطر بیرون شدند، از خطر بیرون شدند، ولی آنها را در یعنی با رنگ سبز جای داده شدند. این برای شما. بله. ولی قاعده نمای شما اون است که اگر شما خوب وقت رو هم نگاه نکردید، اگر برند شما نادرست باشد، شما با همین سوال دیگر امکانی جواب گفتن ندارید. دیگر رو برند دارن؟ من نیست چون به همین عقیده هستم که اون چیزهایی که عینی حال دیگر لازم نیست که محافظت شوند. دیگر لازم نیستن بله، دیگر لازم نیست که محافظت شوند، آنها رو وای میکنم. خیلی فهمیم، یعنی آنها رو دیگر محافظت کردن لازم نیست. یعنی تعداد آنها زیاد گشتند و اصلا طبیعت به محافظت نیاز دارد و فرق ندارد که. خب شاید مایا شما چی میگید؟ با فکر من به فکر من چنین است که یعنی رستنی هایی که نادر هستند و آنها مقدارشان زیاد شدن، به فکر من فقط رستنی های نادر در آنجا نوشته شده است. خوب، عزیزه گفتن که آن جانوران یا رستنی‌هایی که الکی مقدار آنها زیاد است و یعنی از گویم از همون زینه خطر بیرون شدن. ولی بیبی فاطمه میدونه چی؟ همه نمودی جانوران، همه نمودی پرندگان، همه نمودی رستنی‌ها با محافظت نیاز دارند و اینا وابسته از آن که در کتاب سرخ هست یا نیست، همه با محافظت چی دارن؟ نیاز دارن. با عقیده خوب اولین شدت پیش دستی کردند عزیزه، آن نمایندگان عالم نباتات و حیوانات که از خطر، از زینه خطر بیرون شدن، یعنی مقدارشان گفتید؟ مقدارشان یعنی زیاد گردیدند. جواب 100% درست است. من شما رو دعوت میکنم به زینه نبات. مرحبا. همه شما فعال بودید، ولی چون زینه آخر ما یک زینه هست که اندکی باید که همون ذکاوت و زیرکی و جوابی پیدا شود و چی گوییم دست بالا شود.
дар ин зина ман ба шумо як савол медиҳам азиза. савол хеле аҷоибам ҳаст ва ин савол дар яке аз намоишҳои савол садо дода буд. ман ба шумо як дақиқа вақт медиҳам. дар испания як ҷазирае аст бо номи майорка. испанияро медонед дар куҷо аст? дар куҷо ҷойгирӣ шудааст? испания яъне дар қитъаи осиё. осиё? аврупо? аврупо, дар қитъаи аврупо, пойтахташ мадрид мебошад. бале. дар ҳамин испания як ҷазирае аст бо номи майорка ва ба ҳамин ҷазираи майорка сайёҳони зиёде мебиёянд. хуб, барои истироҳат, барои тамошо. савол чунин аст: сайёҳоне ки ба майорка меоянд ҳатман бояд як нави андозро пардохт кунанд. кадом сайёҳе ки ба ҳамин майорка омад ва аз куҷои дунё набошад باید یک نوع اندازه رو میسپارد به مایورکا. با اندیشه شما این نوع انداز کدام است؟ من وریانت رو میگویم. انداز برای لباس، انداز برای درخت نخل یا پالما، انداز برای قم چون واسه ساحل است، اونجا ساحل بحر است، یا انداز برای آفتاب. یک دقیقه وقت توجه کنید. سیاحانی که به مایورکا میآیند حتما یک نوع انداز رو میسپارند. کدام نوع انداز باشد؟ انداز برای لباس، انداز برای نخل یا درخت پالما که در سایش میشینند، انداز برای قم چون در ساحل بحر قم است و انداز برای آفتاب. کدام باشد؟ برای لباس، برای نخل، برای آفتاب و برای قم. حالا وقت دارید شما میتوانید که فکر کنید. من یک بار دیگر وریانت ها رو میگویم. سیاحانی که به مایورکا میآیند حتما یک نوع انداز رو میسپارند. انداز برای لباس، انداز برای نخل، درخت پالما، انداز برای آفتاب و انداز برای قم. شاید این انداز برای نخل باشد. شاید انداز برای چی؟ برای نخل، درخت نخل، یعنی برای آن که یعنی شاید در سایه همان می نشینند و به همین خاطر آنها انداز میسپارند. از شما فکر نمیکنید که مثلا حاضر چترهای گوناگون موجودند که میتونن که به اون درخت نخل هم در چتر در سایه چتر خیر باز زیر سایه درخت دیگر است. طبیعی است. طبیعی است. در آغوش طبیعت می شود. من بار دیگر به هر صورت من جواب شما رو یک بار دیگر میخونم توجه کنید. سیاحانی که به مایورکا میآیند حتما باید یک نوع انداز رو سپارند. این کدام انداز است من شما؟ انداز برای لباس، انداز برای نخل، انداز برای آفتاب، انداز برای قم. عزیزا انداز برای نخل. برای نخل دیگر نمیکنید. دیگر نمیکنید. برای لباس نه. نه. برای قم نه. نه. برای آفتاب نه. نه برای آفتاب خودش میرسد. چرا؟ میرسد آفتاب، یعنی باید که انداز ندارد به عقیده من. یعنی آفتاب انداز ندارد. آفتاب انداز ندارد. من جواب شما رو قبول کردم. مرحمت بی فاطمه. سوال خیلی شوق‌آور بود و من به فکر اومدم که این انداز بر خاطر آفتاب میباشد. برای چی؟ خب شاید نه در هر جای اینقدر طبیعت زیبا، اینقدر آفتابی فراوانی هست. و خصوص در مونیز هست آفتابی فراوانی، ولی در چقدر که گفته در کجا بود؟ مایورکا. در مایورکا زیادتر است. بسیار انسان ها مثلا روس ها یا که جایهایی که خنک هستن آفتاب رو زیاد دوست می‌دارن و به اون نیاز دارن. و همین خاطر به اینجا اومده. یعنی شما گفتنید که آفتاب نه در